در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، جوان 18 ساله ساکن ناحیه رودکی با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. گمانبر شونده دوم یولی سال 2024 تخمینا ساعت 09:10 دقیقه هنگام در کوچه جامی شهر دوشنبه قرار داشتنش از حالت مستی جوان 25 ساله ساکن ناحیه قبادیان استفاده برده با روی اشکار و از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نو را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. ضرری رسانیده شده 800 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کولا با عریضه زن 53 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 16 ایول سال 2024 تخمین ساعت‌های 12:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرری رسانیده شده 14450 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، دختر نابالغ 14 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 29 ساله و جوان 23 ساله ساکن شهر خوجند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 17 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه در حدود باغ فرهنگی فراغتی کمال خوجندی شهر خوجند یک عدد تلفن موبیلی تمغه هونور دریافت کرده از داخل تلفن موبیلی از برنامه دوشنبه سیتی 7369 سامانی را که به زن 46 ساله ساکن شهر مذکور تعلق داشته است تصرف نمودند. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نوحه سینا با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر استرافشه مراجعت نموده است که 21 نوامبر سال 2023 مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او автомاشین تمغه رنج روور که ارزشش 470,000 سامانی را در بر میگیرد گرفته وعده میدهد که بر عوضش به او 3 عدد автомاشین تمغه لکسوس، مرسدس بنز و تویوتا کامری را میدهد. اما گمانبر شونده از این автомاشین‌ها تنها لکسوس و تویوتا کامری را داده автомاشین تمغه مرسدس را نداد. او را فریب داده تا مبلغش را برنگردانیده است. این چنین هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 44 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با راه فریب به باوری مرد 29 ساله ساکن شهر مذکور در آمده با بهانه خریداری نمودن محصولات خوراکه در چند مرحله از 18 فوریه سال 2022 $5000 امریکایی، 25 مای سال 2022 $13000 امریکایی و ماه مارس سال 2022 $10,000 امریکایی را گرفته از آنها $8000 امریکایی را برگردانیده باقی مانده مبلغ‌ها را تا حال برنگردانیده است و به احتیاجات شخصیش صرف نموده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.